سلام بچه ها، خیلی خوش اومد به پارت دوم از کاستوم کردن کیبورد قدیمی. توی پارت اول اگه دیده باشید دیدید که فریم این کیبورد رو من باز کردم و با اسپری سفید رنگشون کردم و نتیجه شده همچین چیزی. حالا توی این پارت قصد دارم که دوباره پیشاش رو ببندم و دکمه‌هاش رو رنگ بزنم و جا بزنیم. پس بزنید بریم. خب آقا، اولین مرحله میخوام این دکمه های کیبورد که بعضیشون کثیفه رو تمیزشون کنم، مثلا میلاش و بعضی از دکمه‌ها که کثیفه اینا رو اول تمیزشون کنم، بعد پیچ کیبورد رو ببندیم تا بریم ادامه ماجرا چی میشه. خب بچه‌ها، تا اینجا میله‌هاشو جا زدم. بعد خواستم که دکمه‌هاشم جا بزنم، کدوم‌ها رو توسی کنم کدوم‌ها رو سفید، ولی دیدم که بزنم یه در آوردن چیز مکافاته. گفتم بذار اول رنگ کنم بعداً جا بزنم. اول این سنباته نرم بگیریم که اول این روهاشونو سنباته بزنیم یه دست شه، بعد رنگشون کنیم. بریم. خب بچه ها، یه دونه اسپری توسی گرفتم و یه دونه سنبات 400 که جمع شد 100 تومن. دیروزم یه دونه اسپری گرفته بودیم، تا اینجا هزینه‌مون شده 160,000 تومن. خب بچه ها، بعد از اینکه سنبات رو گرفتیم، من میام دکمه‌هاشو یکی یکی سنبات 400 گرفتم بزنم که این قسمتایی که سفید داشتش، اینجا چاپ داشتش برای مثلا شیفت و کنترل ایناش یه دست چه که رنگ میخوره معلوم نباشه که اینا بوده. خب بچه ها، تمام دکمه‌هاش و سنباته رو زدم. حالا الان میخوام اونایی که میخوام توسی رنگشون بزنم، همون شیفت و آلت و کنترل اینا میخوام توسی بزنم، حروفا و اعدادش میخوام سفید بزنم. اونا رو میخوام بذارم همینجوری روشون بذارم که معلوم بشه کجا توسیه که بعد رنگ زدم اشتباه نشه. بعد بریم رنگشون. خب بچه، بعد از اینکه سنباته زدم با یه دونه دستان مرطوب خاکی اون پلاستیکی سنباته کردم میگیرم که رنگ زدم بعد در نیادش. خب آقا، بعد از اینکه سنباته زدم و تمیزشون کردم، اونایی که قرار توسی بشه رو اینجا چیدم. هنوز چفتش نکردم، فقط چیدم که ببینید اصل کار چجوریه. این بالا رو اومدم یکی در میون زدم. اینجا میشه سفید توسی دوباره سفید توسی دوباره سفید. چرا تلفظم دادیم. این سری دستکش نداشتم دستام رنگی شد، سری پیش گذاشتم دستام رنگی نشد. پشکه بچه‌ها، قسمت توسیش رنگ شد. بریم قسمت سفیدش هم رنگ بزنیم، بذاریم خوش شه. نمیدونم میرسه اسپری سفید یا نه.
خب بچه ها اینم از نتیجه کارمون تا اینجا. دکمه‌های توسیشو فعلا نصب کردم بعد از اینکه خوش شد. چون اسپری رنگ سفیدم تموم شده بود، آستر اولش رو زدم، بعد دیرتر گرفتم اسپری و دوباره رنگش زدم، فعلا خوش نشده بخوام نصبش کنم، ولی پارت بعدی حتما سعی می‌کنم نصبش کنم، بهتون نشون میدم. تا اینجای کار این شد رخ کیبوردمون.